خب سلام بچه ها، سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه ها. الان فصل 6 12 انرژی به ماده که همون فتوسنتزه. میخوام تو 1 ساعت مرور خیلی سریع، چون ناکنید بچه ها ما تو 2 جلسه 3 ساعته این فصل رو درس دادیم. حالا میخوایم تو 1 ساعت کامل فتوسنتز رو به شما یاد بدیم. خواهش که ازتون دارم حتما شکلایی که من میکشم رسم کنید، یاد بگیرید. با رسم شکل بچه ها عین 3 تا سوالی که از اینجا میاد درست میزنید. پس اینجا مثل 3 سوال سراسری. خب خواهشاً شکل‌ها رسم کنید، شکل‌ها رو چکار کنید؟ رسم کنید. همه شکل‌هایی که میکشم رسم کنید. خب اولین صفحه که میخوام براتون دوره کنم بچه ها، یه شکل صفحه 230 بود بچه ها. 230 رو بیارید. این شکله بود. ببینید فتوسنتز چیه؟ ببین بچه ها، در فتوسنتز قرار است H2O 12 تا H2O با 6 تا CO2 بشود با انرژی خورشید 6 تا O2 به اضافه 36H 12O6 به اضافه 6 تا O. پس آب رو میبینید هم مصرف میشه هم آخرش هم تولید میشه. طی 2 واکنش، ما 2 نوع واکنش در فتوسنتز داریم. یکی واکنش های تیلاکوئیدیه. واکنش های چیه؟ تیلاکوئیدیه که آب تجزیه میشه O2. خب میگم واکنش های چیه؟ تیلاکوئیدی یا بهش میگن نوری، چون مستقیما نور میخواد. در این واکنش ها 2 تا اتفاق دیگر میفته. آدنوزین دی فسفات با فسفات ترکیب میشه آدنوزین تری فسفات. هر وقت ATP تولید میشه آبم تولید میشه. پس ADP مصرف میشه، ATP تولید میشه. بهش میگن تولید ATP به روش نوری. و یکی دیگه بچه اتفاقی میفته، یک مولکولی هست، یه دینوکلئوتیدی هست به نام NADP مثبت. یه دینوکلئوتیده میاد هیدروژن و الکترون آب رو میگیرد. پس این 2 تا هیدروژن و 2 تا الکترونشو به این میده. این چون از دست میده اکسید میشه، این میگیره کاهش پیدا میکنه و میشه NADPH. این تولید میشه، این اکسید میشه، این کاهش پیدا میکنه. در واکنش های دیگه که میگن تثبیت CO2 به قند تبدیل میشه. بهش میگن واکنش های مستقل از نور، یا بهش میگن تثبیت CO2 یا تثبیت کربن بهش میگن، که توی چرخه چیه؟ کالوین انجام میشه. برای تبدیل CO2 به قند ما اولا انرژی میخوایم. همون ATP که به روش نوری تولید شده اینجا میاد مصرف میشه. آدنوزین تری فسفات و آب بچه ها مصرف میشه. ADP دینوکلئوتید تولید میشه و این NADPH نادر پلنگ که هیدروژن رو از آب گرفته بود میاره به CO2 میده. NADPH میاد هیدروژن رو به CO2 میده. پس این اکسید میشه و این کاهش مییابد. پس CO2 عدد کربن CO2 کاهش پیدا میکنه و قند تولید میشه و NADPH مثبت تولید میشه. پس در چرخه کالوین ATP و آب مصرف میشه، ADP تولید میشه، NADPH مصرف میشه، NADP مثبت تولید میشه و CO2 میشه قند. این داستان فتوسنتزه. داستان چیه؟ فتوسنتزه. اگر کسی دوست داره بیاد با من همراهی کنه، کسی که مسلطه رو فتوسنتز بیاد تا درس رو شروع کنیم.
ببین بچه اگر این سلول گیاهی باشه، این یک سلوله بچه، این کلش یک سلول گیاهیه. این سلول چیه؟ گیاهیه. سلول گیاهی که فتوسنتز میکنن بیشتر پارانشیمی هن. بیشتر چی هن ها؟ پارانشیمی هن. سلام. برخی هم مثل چی؟ اپیدرمی هن. مثل یاخته نگهبان روزنه. نه؟ نگهبانی چی ها؟ روزنه. خب این سلوله. به اینجا میگن ماده زمینه سیتوپلاسم. ماده چی ها؟ زمینه سیتوپلاسم. این هم هسته است. نه؟ این چیه ها؟ هسته است. این میتوکندریه. نه؟ این چیه ها؟ میتوکندری با 2 تا قشر. آفرین، 2 تا قشر داره. کلروپلاست تقریبا 2 برابر میتوکندریه. اندازه کلروپلاست 2 برابر چی ها؟ میتوکندریه. این کلروپلاسته. کلروپلاست چند قشر داره ها؟ 2 تا قشر. 2 تا قشر داره که داخل سلوله. داخل کلروپلاست میگن بستره یا استروما میگن. آفرین. یک کیسه هایی داره به نام تیلاکوئید. چی؟ تیلاکوئید. هر کدوم از اینا یه تیلاکوئیدن. چی هن؟ یه تیلاکوئید. این هم داخل تیلا. حالا کلروفیل در قشای تیلاکوئیدن. کجان ها؟ در قشای تیلاکوئید. پس کلروفیلا کجا قرار دارن؟ در قشای تیلاکوئید ها. کلروفیل در قشای تیلاکوئیده. بله. ها؟ خب اینو بچه توی کانال این 1 ساعت رو میبرم، تو کانال یوتیوب هم میذارم. باشه؟ حتما خواستید اون 1 ساعت رو میخوام کل فتوسنتز تو 1 ساعت بگی، به این خاطر 1-2 بار ببینید خیلی موثره. باشه؟ چشم حتما. پس این یک سلول گیاهیه. حالا این کلروپلاسته. این چیه ها؟ کلروپلاست. واکنش های تیلاکوئیدی در تیلاکوئیدن دیگه، نه در کجان ها؟ در تیلاکوئید. ولی واکنش های مستقل از اون کربس در بستر است. در کجاست؟ در بستره یا پس واکنش های تیلاکوئیدی اینجا رخ میدن، واکنش های چرخی کالم تو بستره رخ میدن. کجا؟ در بستره. حالا من یه تیلاکوئید رو برمیدارم. یک چی ها؟ یه تیلاکوئید رو برمیداریم. یه تیلاکوئید. در هر تیلاکوئید 2 نوع سیستم نوری هست. یه تیلاکوئید رو من رسم میکنم. چند نوع سیستم نوری دارم؟ 2 نوع سیستم نوری داریم. در واقع فوتوسیستم ها. آفرین. 2 نوع فوتوسیستم داریم. بهش میگن فوتوسیستم 2 و فوتوسیستم 1. فوتوسیستم 1. اینا در قشای تیلاکوئیدن. در کجا؟ در قشای تیلاکوئید. قشای تیلاکوئید یک قشای 2 لایه داره. یک قشای چند لایه داره؟ 2 لایه. که این 2 لایه فسفولیپیدن. نه؟ چی هن؟ بله، فسفولیپیدن. این قشا پس 2 لایه فسفولیپید داره. خب 2 لایه فسفو چیه؟ لیپید داره. این قشای تیلاکوئیده. اینم 2 لایه چی؟ فسفولیپید. در قشا یه آنزیم هم داریم به نام آنزیم آتپ ساز. آنزیم چی؟ آنزیم آتپ ساز. این در قشای تیلاکوئیده. البته یه بخشش تو قشاست، یه بخشش تو داخل بستر است. آفرین. یه بخشش داخل چیه؟ بستر است. اسم تو چیه؟ هما هستم. هما مقدم. اینجا بستره، اینجا استروماست بیرون. اینجا داخل تیلاکوئیده دیگه. نه اینجا کجاست ها؟ داخل تیلاکوئید. اینجا داخل تیلاکوئیده. اینم قشای تیلاکوئیده. نه این چیه ها؟ قشای تیلاکوئید. خب حالا تو هم میری توی صدای تو میره توی چیز یوتیوب ما. این تیلاکوئیده. چی؟ میگم مشکلی ندارید؟ نه اتفاقا صدای تو باشه چیزامون بیشتر میشه، سابسکرایبر ما خیلی بیشتر میشه. خب این تیلاکوئیده. این تیلاکوئیده اینجا بستر است. درسته؟ بله. ببین هر سیستم یه مرکز داره. هر سیستم چند مرکز داره؟ یک مرکز داره ولی چندین تا آنتن داره. آفرین. به مرکز این، به کلروفیل آی مرکز این میگن پی 680. به مرکز این میگن پی 700. مرکز این میگن 2 عدد کلروفیله. 2 عدد چیه ها؟ 2
عدد کلروفیل آ. آفرین. 2 تاست، اینم 2 تاست. چند تاست؟ 2 تا. تو بستری از پروتینه. پس هر سیستم چند مرکز داره؟ یک سیستم. نه، در واقع هر یک سیستم مرکز. یه یک مرکز داره. یک مرکز. ببین میگن مرکز، میگن چی؟ مرکز. به مرکز این میگن پی 700، به مرکز این میگن چی؟ پی 680 که 2 تا کلروفیل است. هر سیستم چندین عدد آنتن داره. چندین عدد چیه آنتن دارن که فوتوسیستم 1 آنتناش بیشتره. آفرین. فوتوسیستم 1 آنتناش چیه بیشتره. این معمولا 10 تا آنتن داره، این 20 تا آنتن داره. بله. پس هر سیستم یه مرکز داره با چندین عدد آنتن. بله. آنتنای کی بیشترن؟ فوتوسیستم 1. جنس آنتنا چیه؟ جنس چی آنتن ها. جنس آنتن ها کلروفیل آ، کلروفیل آست، کلروفیل بیه، کاروتنوئیده و انواعی از پروتئین ها و پروتئینه که کاروتئین نور سبز و آبی رو جذب میکنه. چی؟ سبز و آبی. پس کاروتنوئید چه نوری جذب میکنه؟ بیشتر نور سبز و آبی. بیشتر سبز و آبی رو جذب میکنه. ولی کلروفیل های آبی سبز رو دفع میکنن، سبز رو جذب نمیکنن. پس کاروتنوئید فقط تو آنتنا دارم، تو مرکز ندارم. ببین تو آنتنا هم آ دارم، هم بی دارم، هم کاروتنوئید، و تو مرکز فقط 2 تا کلروفیل آ دارم. دیگه کلروفیل بی و کاروتنوئید ندارم. حالا اینا نور خورشید رو جذب میکنن. آنتنا نور خورشید رو چیکار میکنن؟ جذب میکنن و انرژی الکترون از دست میدن. الکترون میره بالا ولی به خودش برمیگرده. آنتن نور خورشید جذب کرد، الکترونش میرن مدار بالا، بعد برمیگرده خوده و انرژی میره به مرکز میدن. چی میدن به مرکز؟ انرژی رو به مرکز میدن. به پیر به پیغمبر الکترون به مرکز نمیدن، انرژی میدن به مرکز. چی میدن به مرکز؟ انرژی میدن به مرکز. بله. البته یه آنتن میتونه انرژیشو بده به آنتن بغل دستی بعد انرژی آنتن بغل دستی بده به مرکز. خب حالا که انرژی تو مرکز جمع شد، الکترون از دست میدن. چی از دست میدن؟ الکترون از دست میدن. پس این 2 تا الکترون از دست میده. اینم چند تا الکترون از دست میده؟ 2 تا الکترون از دست میده. پس الکترونای مرکز سیستم 2 و مرکز سیستم 1 از مدار خارج میشن. الان هم سیستم 1 و هم 2 کمبود الکترون داره. سیستم 2 در ساختارش آنزیم تجزیه کننده آب داره و آب را درون تیلاکوید تجزیه میکنه. آب رو در کجا تجزیه میکنه؟ داخل تیلاکوید تجزیه میکنه. آب تجزیه بشه 3 چیز تولید میشه. 2 تا هاش مثبت که اینجا هاش مثبت زیاد میشه، pH اسیدی میشه، 1/2 O2 میده و 2 تا هم الکترون میده به مرکز. آفرین. و 2 تا الکترون میده به پی 680 به کلروفیل آ میده. این آب اکسید میشود. این کاهش پیدا میکنه. پس کمبود سیستم 2 از آب گرفته شد. آب درون تیلاکوید تجزیه شد. نکن اینجا آب درون تیلاکوید چی شد تجزیه شد و O2 تولید شد. حالا این O2 از 4 تا قشا رد میشه، از سلول رد میشه. نکن O2 درون تیلاکوید تولید شده، نه؟ بله. حالا بخواد از سلول بره بیرون 4 تا قشا رد میکنه. چند تا قشا؟ 4 تا. قشای تیلاکوید، قشای داخلی کلوروپلاست، قشای خارجی کلوروپلاست، قشای سلول. پس اگه بخواد تو از سلول بره بیرون 4 تا قشا رد میکنه. قشای تیلاکوید، قشای داخلی، قشای خارجی، قشای سلول. ولی اگر بخواد تو میتوکندری بسوزه 4 تا قشا اینجا من قشای 5 تا آفرین 5 تا قشای تیلاکوید، 2 تا قشای خارجی و داخلی، قشای داخلی و خارجی 1 2 3 4 5 تا قشا. پس O2 درون تیلاکوید تولید میشه. O2 چیه
درون تیلاکوید تولید میشه. میتونه از سلول بره بیرون، میتونه تو میتوکندری همون سلول بسوزه. بله. خب حالا الکترون این خارج شد، آب تجزیه شد. این کمبود الکترونش رو چجوری جبران میکنه؟ این از زنجیره انتقال الکترون میگه. زنجیره انتقال الکترون. نه اول. زنجیره اول 3 ترکیب داره. چند ترکیب داره؟ 3 ترکیب داره. ترکیب اول ترکیب اول اینه که بین دو لایه است، با اسید چربا در تماسه. ترکیب دوم پمپ. ترکیب سوم داخل تیلاکویده. خب بله. ترکیب اول اسمش نقیه، ترکیب دوم پمپ، ترکیب سوم تقیه. حالا الکترونای پی 670 اول میده به این که بین دو لایه است، نقی. این میده به پمپ، پمپ میده به تقی، تقی میده به پی 700. بله. کمبود اینم جبران میشه. این حاشیه مثبت رو از بستره وارد تیلاکوید میکنه. حاشیه مثبت بستره با انتقال چی؟ فعال با صرف انرژی میاد تو، ولی انرژی از الکترونای این میگیره. پس الکترون پی 680 میده به نقی، نقی میده به پمپ، پمپ میده به تقی، تقی میده به پی 700. حالا الکترونای چیه؟ پی 700 کجا میرن؟ الکترونای پی 700 زنجیره انتقال الکترون میرن تو زنجیره دوم. زنجیره چندم؟ دوم. زنجیره دوم 2 ترکیب داره. چند ترکیب داره؟ 2 ترکیب با اندازه های متفاوت. آفرین. 2 تا ترکیب داره. 2 تا پروتئینن در سطح خارجی. یکی اصغر اسمش، یکی اکبره. بله. یکی اصغر، یکی چی؟ اکبر. پی 700 اول میده به چی الکترون رو؟ به اصغر. اصغر میده به چی؟ اکبر. اکبر میده به نادر پلنگ. بله. به NADP مثبت. و چون این الکترون میگیره این کاهش پیدا میکنه. چیکار میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. و با هاش مثبت ترکیب میشه NADP هاش. میشه چی؟ NADP هاش. که این میره تو چرخه کالبی. NADP هاش میره تو چرخه چی؟ کالبی. این الکترون و پروتون میره چرخه کالبی. هاش مثبت ها اینجا زیاد شدن، از این آنزیم ATP ساز میان بیرون با انتشار تحصیل شده. انتشار چی ها؟ تحصیل شده. با فشار میاد. هرچی با فشار بیشتری بیاد، این سر چرخندش که توی بستر است میچرخه و ATP تولید میشه. آدنوزین دی فسفات. آدنوزین چی ها؟ آدنوزین دی فسفات به اضافه توی بستره میشه آدنوزین تری فسفات و آب و چی؟ آب. این هم میره چرخه کالوین. میره کجا؟ کالوین. چرخه کالوین. این هم میره چرخه کالوین. بله. فهمیدید بچه ها؟ بله عالی. حالا میشه بگن این از صغرا و کبرا بوده. حالا اشکال نداره، میدم به صغرا و کبرا. اسم این چی؟ صغرا. اسم این چی ها؟ استاد بزرگه رو باید کبرا بنویسیم. خب آره، کوچیکرش هم صغرا، بزرگرش هم کبرا دیگه. بله بله. اما اصغر و اکبر دیگه ها. بله. از این شکل بسید 404 می آید. همین شکل 404 می آید. پس ما تو هر سیستم یه مرکز داریم، چندین آنتن. یه مرکز چی ها؟ چندین آنتن. آنتن ها کلروفیل آ و بی و کارتونیت دارن. الکترون میره بالا، بر میگرده به خودش، ولی مرکز الکتروناش خارج میشن، وارد زنجیره میشن. درسته؟ بله. پس الکترونایی که از زنجیره خارج میشن مال کلروفیل چی هن؟ آین. مال مرکز هن. مال آنتنا نیستن. آنتنا الکترون میره بالا، بر میگرده خودش، انرژی میده به مرکز. بله. 2 تا زنجیره داریم. زنجیره اول 3 ترکیب داره، زنجیره دوم 2 ترکیب داره. سوال کنکور امسالتون هم میگم چیه؟ با هر شروع میشه. با چی؟ هر. 3 تا سوال میگم، یکی از این 3 تاست. خوبه؟ بله. 3 تا سوالش. سوال اول، هر سیستم نوری، هر سیستم نوری یعنی 2 و 1. ببین اول مشترکاتشو میگم. هر سیستم نوری یه مرکز داره، چندین آنتن داره. هر سیستم نوری
الکترون‌های مرکزش ابتدا وارد زنجیره میشن. این وارد زنجیره اول میشه، این وارد زنجیره دوم میشه. آیا ببین هر سیستم نوری آیا الکترونشو از زنجیره میگیرد؟ نه. ببین این کلروفیل آش از زنجیره میگیره، نه؟ بله. ولی این از آب میگیره. از آب میگیره. این پس یه سوال. هر سیستم. سوال دوم، هر زنجیره انتقال الکترون طلا کنید. هر زنجیره. این یه زنجیره است، اینم یه زنجیره است. این دو ترکیب داره. چند ترکیب داره؟ دو ترکیب. این چند ترکیب داره؟ سه ترکیب. سه ترکیب. این از داخل رد میکنه ولی این فقط از سطح خارج رد میکنه. بله. این پمپ داره، این پمپ نداره. ولی هر دو غلظت هاش مثبت رو کاهش میدن. این هاش مثبت رو میفرسته تو بستره، از بستره میره تو تیلاکوئید. این نه. بله. میره به NADP مثبت. پس هر دو هاش مثبت بستره رو کاهش میدن. سوال سوم که احتمالش از همه بیشتره، در قشای تیلاکوئید هر پروتئینی که هاش مثبت از آن عبور میکنن، هاش مثبت از آن عبور میکنن، یکی پمپ، یکی آنزیم عاطفه سازه. یکی پمپ، یکی چیه ها؟ آنزیم عاطفه ساز. بی میگن کانال یونی یا آنزیم عاطفه ساز. پس از دو ترکیب هاش مثبت رد میشه. از چند ترکیب؟ دو ترکیب. یکی آنزیم چیه؟ عاطفه سازه، یکی هم پمپه. این بچه فرقاشونو میگم. این پمپ جز زنجیره است، این جز زنجیره نیست. از این الکترون رد میشه، از این الکترون رد نمیشه. این برخلاف شیب غلظت میکنه، این در جهت شیب غلظت. این هاش مثبت از بستره میره تو تیلاکوئید، این از داخل تیلاکوئید میره تو بستره. این با انتشار تحصیل شده این کار میکنه، این با انتقال فعال. ولی وجه مشترک شونه هیچ کدوم ATP مصرف نمیکنن. پس ناکن این هاش مثبت رو پمپ از بستره میاره تیلاکوئید، این از تیلاکوئید خارج میکنه. این برخلاف شیب غلظت، این در جهت شیب غلظت. این با انتقال فعال، این بدون انتقال فعال، با انتشار تحصیل شده است. این جز زنجیره هست ولی این جز زنجیره نیست. از این الکترون رد میشه، از این الکترون رد نمیشه. این با صرف انرژی کار میکنه، این بدون صرف انرژی کار میکنه. برای خروج هاش مثبت، برای خروج هاش مثبت راحت میاد بیرون، چون اینجا زیاده اینجا کمه. این در جهت شیب غلظت. ولی این انرژی از زنجیره انتقال الکترون میگیره، از ATP مصرف نمیکنه. خب این اسکرین شات بگیرید بچه‌ها، این اسکرین شات بگیرید. اسکرین شات بگیرید. حالا با منم عکس بگیرید، با منم یه اسکرین شات از منم بگیرید. خب گرفتی؟ برای من بفرستید. خب این از داستان چیه؟ تیلاک. حالا بریم چرخه کشی کالوین. چرخه چی؟ کالوین. تو جزوه‌تون این صفحه همین شکل است. صفحه 231. چرخه کالوین که اینه. اینو یه اسکرین شات بگیرید. گفتم اینو 3 بار رسم کنید. حالا میخوایم چرخه کالوین رو بگم. چرخه چی؟ کالوین. چرخه کالوین قراره چه اتفاق بیفته؟ قراره تو بستر است دیگه، نه تو چیه ها؟ بله، تثبیت CO2 انجام. تثبیت قرار CO2 به قند تبدیل بشه. ولی انرژیشو از واکنش‌های تیلاکوئیدی میگیره. ATP مصرف میشه، ADP تولید میشه. NADP هاشی که اینجا تولید شده اینجا مصرف میشه. اینجا چی میشه؟ مصرف میشه. تو بستره رخ میده. تو کجا؟ بستره. خب بریم اول CO2 چی ها؟ CO2 تو چرخه کالوین CO2 چی ها؟ CO2 و ریبولوز بیسفوسفات با هم CO2 اول با یه قند 5 کربونه، قند چند کربونه؟ 5 کربونه 2 فسفاته به نام ریبولوز بیسفوسفات. ریبولوز چیه ها؟ بیسفوسفات که یه دو تا فسفات داره. یه فسفاتش کربن یک، یکی هم به 5 وصله. یا بهش میگن قند 5 کربونیه چیه؟ 2 فسفاته. این میاد با CO2 ترکیب میشه با آنزیمی به نام روبیسکو. اینو میگن عمل کربوک سیلازی. عمل کربوکسیلازی روبیسکو. عمل کربوکسیلازی چیه؟ روبیسکو. در بستره. در کجا؟
در بستره. این میشه 6 کربونه 2 فسفات اسیده و این ناپایدار. ناپایداره. چیه؟ ناپایدار. پس اولین ترکیب حاصل ناپایداره، به خاطر همین تجزیه میشه. تجزیه میشه 2 تا اسید 3 کربونه 1 فسفاته. فسفاته. این اولین ترکیب پایداره. این اسید 3 کربونه چیه؟ یه فسفات. این به قند 3 کربونه 1 فسفاته تبدیل میشه. به چی تبدیل میشه؟ به قند 3 کربونه 1 فسفاته که 3 مرحله قند در اینجا رخ میده. 3 کربونه 1 فسفاته تبدیل میشه. بله. درسته؟ برای تبدیل این به این 3 تا اتفاق میفته. این اولین پایداره. اولین چیه؟ اولین ترکیب پایدار کالوین. کالوین. حالا میخواد این به این قطع تبدیل شه. اولا ATP مصرف میشه. چی مصرف میشه؟ ATP مصرف میشه و ADP تولید میشه. ATP و آب چی میشن؟ مصرف میشن. ADP تولید میشه. چی میشه؟ تولید میشه. ATP و آب مصرف. پس اول یه ترکیب تریفسفات مصرف، یه دیفسفات تولید میشه. 2 NADPH مصرف میشه. چی میشه؟ مصرف میشه. NADP مثبت تولید میشه. این چون هیدروژن به این میده، هیدروژن و الکترون به این میده، 2 تا هیدروژن و 2 تا الکترون به این میده، این اکسید میشه. اکسید میشه. این کاهش پیدا میکنه. چیکار میکنه؟ کاهش مییابه. کاهش پیدا میکنه. پس اول ATP، پس اول یه واکنش انرژی خواهه، بعد کاهشیه. پس چرخه کالوین کاهشیه. بعد یه فسفات هم آزاد میشه. هم آزاد میکنه. این هم همینجوری ATP و آب مصرف میشه، ADP دیفسفات تولید میشه، بعد NADPH مصرف میشه، NADP مثبت تولید میشه. بله. خب پس اول یه واکنش انرژی خواهه، بعد یه واکنش کاهشی، چون این کاهش پیدا میکنه. بعد یه فسفات هم آزاد میشه و قند درست میشه. بله. درسته؟ بله. 1/6 اینا خارج میشن. چقدر خارج میشن؟ 1/6 از چرخه خارج میشه و به مواد عالی دیگه ای تبدیل میشه. آفرین. پس به ازای هر CO2 2 تا تولید میشه. به ازای هر CO2 100 تا CO2 بیاد 200 تا تولید میشه. از اون 200 تا 1/6 خارج میشن، 5/6 وارد چرخه میشن. 5/6 وارد چی میشن؟ وارد چرخه میشن. اول میشه ریبولوز مونوفسفات. ریبولوز چی ها؟ مونوفسفات. ریبولوز مونوفسفات. خب بله. بعد ATP مصرف میکنه، میشه ریبولوز بیسفسفات. بعد ATP مصرف میکنه آب، میشه ADP. بعد یه واکنش انرژی خواهه. پس ریبولوز بیسفسفات پذیرنده CO2. پذیرنده چیه ها؟ CO2. پیش ماده روبیسکوه. بله. هم مصرف میشه هم تولید میشه. پس قند 5 کربن، قند 3 کربونه 1 فسفاته. قند 3 کربونه 1 فسفاته. قند چی؟ 3 کربونه 1 فسفاته. ابتدا به ریبولوز فسفات تبدیل میشه، ریبولوز فسفات یا ریبولوز مونوفسفات. 5 کربونه 1 فسفاته. بعد ATP مصرف کنه، میشه ریبولوز بیسفسفات. پس این هم بس تولید شد هم مصرف شد. بله. متوجه شدید یا نه؟ بله. این چرخه چیه؟ کالوینه. چرخه چی؟ کالوین. چرخه کالوین. NADPH این هیدروژن به این میده، این اکسید میشه. پس کالوین کاهشیه. کالوین چیه ها؟ کاهشیه. کالوین کاهشیه. پس در کالوین ATP به ازای هر کالوین یه CO2. به ازای هر کالوین یه CO2. به ازای هر کالوین 3 تا ATP مصرف میشه. 2 تا NADPH مصرف میشه. 2 تا قند تولید میشه 3 کربن، 1/6 خارج، 5/6 وارد چرخه میشه. بله. حالا اگه CO2 کم باشه، CO2 چی باشه؟ کم باشه. مثلا 102 بعضور اوج گرماست، کدوم هورمون در گیاه زیاد میشه؟ آبسیزیک اسید. روزنه رو میبنده.
وقتی روزنه بسته بشه این از طریق روزنه میاد دیگه، این وارد گیاه نمیشه. اکسیژن وارد گیاه نمیشه، اکسیژن در داخل گیاه کم میشه، بخشید CO2 وارد نمیشه. ببین CO2 وارد گیاه نمیشه، CO2 کم میشه، اکسیژن هم که اینجا تولید شده خارج نمیشه، بله اکسیژن داخل گیاه زیاد میشه. بله. حالا چه اتفاقی میفته؟ ریبولوز بیسفوسفات، ریبولوز چیه ها؟ بیسفوسفات تو بستره به جایی که با CO2 ترکیب بشه، چون CO2 نیست با دیگه، O2 ترکیب میشه. با O2 ترکیب میشه. با چی؟ O2 با O2 و فعالیت میشه. اکسیژناسیون آنزیم روبیسکو. آفرین، با خود روبیسکو. با خود چی ها؟ با خود روبیسکو. روبیسکو عمل چیه؟ اکسیژن. اینو توی بستر است. در کجاست؟ بستر. توی بستر کلروپلاست میشه C3 و چی؟ C2. میشه مولکول 3 کربونه و 2 کربونه. مولکول 3 کربونه و 2 کربونه. این 3 کربونه برمیگرده باز اینو تولید میکنه. پس ریبولوز بیسفوسفات، ریبولوز چیه ها؟ بیسفوسفات تو بستره دو نوع واکنش تولید میشه، هم تو چرخه کالوین تولید میشه، بله هم تو تنفس نوری تولید میشه. میگیم تنفس چی ها؟ نوری. البته تنفس نوری یه بخشش تو بستره است، یه بخشش میره تو میتوکندری. میره کجا؟ میتوکندری. این در خارج. آفرین. این کلروپلاست 2 تا قشا داره. این کلروپلاست چند قشا داره ها؟ 2 قشا داره. از قشای کلروپلاست خارج میشه، این C2 میره تو میتوکندری. کجا میره؟ میره میتوکندری و تبدیل میشه به CO2 و اینجا CO2 آزاد میکنه. چی آزاد میکنه؟ CO2 آزاد میکنه. ما کل این واکنش رو میگیم تنفس نوری. میگیم چی؟ تنفس نوری که توی این واکنش توی سلولای میان برگ رخ میده. این یه بخشیش تو کلروپلاسته، یه بخشیش توی چیه ها؟ میتوکندریه. پس ریبولوز بیسفوسفات آیا فقط در چرخه کالوین تولید میشود؟ نه، خیر. میتونه تو تنفس نوری هم تولید بشه. بله. پس روبیسکو هم عمل اکسیژنازی داره، هم کربوکسیلازی، هم اکسیژن. بستی به غلظت O2 و CO2 داره. بله، مثل دناپولیمراز. آفرین، مثل دنابسپاراز. لطفاً این شکلایی که میگم اسکرین شات بگیرید. این یه اسکرین شات بگیرید. یه اسکرین شات. بله. این یه اسکرین شات. بله. این یه اسکرین شات. این یه اسکرین شات. این هم یه اسکرین شات. بچه ها تا اینجا براتون مفید بود یا نبود؟ عالی. مفید بود یا نه؟ ماهان فرضی میگه استاد منم بیام. بذار ماهان فرضی بیاد. ماهان فرضی بگو. استاد من دیروز آزمون 88 زده بودم ولی منو نخوندید. البته با سوادی الان میبینم. مرسی ممنون. ولی خب ما رو هم بخونید الان. باشه بچه این توی یوتیوب میذاره، حتما ببینید بچه، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید دیگه. نامردی نکنید ها. باشه؟ چشم. آره. پس من خداحافظی میکنم. خداحافظ. خستی میگه تا الان یا چنین مروری ندیده بودم. عالی. خب آفرین. اونجا بچه کامنت بذارید برای ما، همین کامنت که اینجا میذارید اونجا هم بذارید. بچه امسال بچه حتما میاد نکنید بچه تستا بر اساس شکل دیگه راحت میشه. واقعا شکل راحت میشه. نکن من 403 رو میزنم. 403 نکنید. چشم بندی نیست. خب چشم بندی نیست. ببین بچه سراسری بچه دیگه با شکل لط و پار میشه، ساده میشه. نکنید. این 403 اردیبهشته. گفته آقا تو کالوین کدوم در چرخه پیش از سایرین است؟ پیش از، یعنی زودتره. کدوم زودتره تو چرخه کالوین؟ خب مشخصه کدوم زودتره. نکن ببین کدوم زودتره. خروج فسفات از چرخه، تولید 5 کربونه،
تولید ADP دو فسفات دیگه، نه تولیدش گفته خروج ADP، استفاده از الکترون NADP هاش، استفاده از الکترون. ناکنید بچه ها، خب مشخصه، ناکنید کدوم زودتره، ناکنید از همه زودتر، ناکن تو کالوین، این تو کالوینه. خب اولی اتفاقی مفته، ناکن ATP مصرف شده، دو فسفات تولید میشه، بعد NADP هاشه، بعد فسفات آزاد میشه، بعد میشه 5 کربونه، ریبولوز 5 کربن است. ناکن پس ناکن طبق این شکل اول این اتفاق میفته از بین این 4 تا، اول اینه، بعد اینه، الکترون NAD هاش مصرف میشه، بعد اینه فسفات، بعد 5 کربن تولید میشه. به همین سادگی، به همین سادگی. یا سوال تیر ماهتون، ناکنید یه سال دیگه بزنم، ناکنید گفته آقا ناکنید تیر ماهه، این تیر ماهه، این تیر ماهه. خب هر فوتوسیستمی، هر فوتوسیستمی، خب هم فوتوسیستم 2 میشه هم 1 میشه، 2 تا فوتوسیستم دارم. خب ناکنید اول گزینه غلط شو بخونم، گزینه غلط. انرژی الکترون های مرکزش، الکترون های مرکزش به رنگیزه دیگه منتقل میشه. ناکنید آیا الکترون های مرکز به رنگیزه میرن؟ مال 2 بله به رنگیزه میرن، به P700 میرن، ولی مال 1 میره به نادر پلنگ، رنگیزه نمیره. این یه دینوکلئوتیده. ناکنید رنگی مرکز این بده به مرکز این، کلروفیل آی این میده به کلروفیل آی این، ولی مال این نمیده به کلروفیل، میده به نادر پلنگ. پس همین 3 غلطه. خب ولی ناکن کاروتنوئید جذبش بیشتر در آبی و سبز، بله تو آنتناس، انرژی به مرکز میده. ولی اگه همین گفته بود الکترون به مرکز میده غلط بود، ولی الان درسته چون گفته انرژی میدن به مرکز. الکترون های آنتنا برانگیخته میشه، به خودش برمیگرده. بله الکترون های خودش میره بالا، بعد به خودش برمیگرده، انرژی میده به مرکز، انرژی میده مرکز. در نزدیکی این دوتای پمپی هست که هاش مثبت رو از بسته، بله اینم درسته، یه پمپ در نزدیکی اینه، ولی این پمپ بله در نزدیکی این دوتاست، ولی انرژی از اینجا میگیره. الکترون های پی 680 از اینجا رد میشن، مال پی 700 اینوری نمیره که، اینوری میره دیگه. خب یه نفر بیا رو خط، یه نفر بیا رو خط. حالا گیان C4 و CAM رو بگیم، گیان C4 و CAM. گوش کنید. پس بچه ها اگه دما بره بالا، دما بره بالا. سلام، اسم چیه تو؟ مهلا. کجایی هستی مهلا؟ من خراسان شمالی. خراسان شمالی. کدوم شهرش؟ اسفراین. کرمانجی؟ بله. چرا رندی؟ نه بلد نیستم. ای بابا چجوری اسفرانی کردی بلد نیستی؟ آخر بچه تو یوتیوب لازم نیست داشته باشید، سرچ میکنید یوتیوب بعد میشید دکتر عمارلو دیگه. لازم نیست که حتما مثل تلگرام که نیست، مثل چیز دیگه. خب به این بچه ها در گیاهان دما رفته بالا. دما رفته چی؟ ها؟ بالا. ساعت 2 بعد از ظهر اوج گرماست. کدوم هورمون زیاد میشه؟ ابسیزیک اسید. بگو. ابسیزیک اسید. روزن هوایی رو میبنده، CO2 وارد گیاه نمیشه، چرخه کالوینت متوقف میشه. فهمیدی یا نفهمیدی؟ ساعت 2 بعد از ظهر اوج گرما، نور هست، همه چی مهیاه، ولی ابسیزیک اسید میره بالا که روزنه رو ببنده که تبخیر آب صورت نگیره، گیاه خشک نشه. متوجه شدی؟ بله. به هر حال حفظ نظام از اوجب واجبات. اول گیاه خودشو حفظ کنه، آبش نره بیرون، از بین نره، حالا بعدم فتوسنتز میکنه فردا. ها؟ بله. پس زمانی که شدت نور بالا باشه، روزنه بسته است، CO2 وارد گیاه نمیشه،
اول ریبولوز بیسفلات دیگه با اکسیژن ترکیب میشه. با چی ها؟ با اکسیژن ترکیب با خود میشه. روبیسکو میشه C3 و C2 وارد میتوکندری میشه و CO2 آزاد میکنه. درست؟ CO2 آزاد ولی ما میکنه. گیاهانی داریم که بر تنفس نوری غلبه میکنن، زرنگن، میدونن ساعت 2 بعد ظهر اوج گرماست، روزنه بسته میشه، CO2 وارد گیاه نمیشه. نمیشه. الان شهرداری به شما بگه که آقا ساعت 2 بعد ظهر آب خونتون رو قطع میکنیم، میگه شهرداری میگه ساعت 2 بعد ظهر اوج گرماست، ما آب خونتون رو قطع میکنیم، شما چیکار میکنید؟ اول آب برمیداریم. آفرین، صبح ذخیره میکنی، 8 صبح، 9 صبح، 10 صبح که هنوز آب قطع نشده، آب آب ذخیره میکنی، یه منبعی میذاری ذخیره میکنی که ساعت 2 آب قطع شد چیکار کنی ها؟ نداشته باشیم. آفرین، مشکل نداره. حالا گیاهان C4 هم همین کار رو میکنن. گیاهان چی؟ C4 همین کار رو میکنن، CO2 ذخیره میکنن، برای همین کاراییشون بالاتره. کاراییشون چیه ها؟ کارایشون نسبت به C3 بالا بیشتره. پس گیاهان چی؟ C4. گیاهان چی ها؟ C4 مثل ذرت. مثل چی؟ ذرت. اینا اول یادتون باشه ذرت تک لپه است، نه؟ ذرت چی ها؟ تک لپس. غلاف آبندیش کلروپلاست داره. غلاف آبندیش چی ها؟ کلروپلاست داره. کلروپلاست داره. گیاهان C4 غلاف آبندیشون چی ها؟ کلروپلاست داره. نکن اینه. این میان برگشه، اینا میان برگشه. این غلاف چی؟ آوندیشه. اپیدرم بالا و پایین. روزنه ها هم بالان هم پایینن، البته در پایین بیشترن. در پایین بیشتره. تک لپا میان برگشون فقط اسفنجیه. اینم غلاف آوندیشه. آوندی چوبی بالاست، آوندی آبکش هم چیه ها؟ پایینه. میاد چیکار میکنن؟ اولا 8 صبح 9 صبح تو میان برگاشون کجا ها؟ داخل میانبرگ. داخل میانبرگ. خب میان چیکار میکنن؟ میان CO2 ذخیره میکنن. این سلول میانبرگه. سلول چیه ها؟ میانبرگه. این سلول غلاف چیه ها؟ آوندیه. 2 تا سلول. اینم پلاسمودسمه. این چیه ها؟ پلاسمودسم. به هم راه داره. اینا ساعت 8 صبح 9 صبح که هوا خیلی گرم نشده جذب CO2 انجام میده. جذب CO2 شون روزه 8 صبح 9 صبح. این توی میانبرگشون CO2 رو با C3 ترکیب میکنن با یه آنزیمی به نام، لازم نیست بدونید، میکنن یه اسید 4 کربونه. اسید چیه ها؟ 4 کربونه. اسم آنزیم C4 سازه. چیه؟ آنزیم C4 ساز. آنزیم C4 ساز. این تثبیت CO2 میکنه. پس این آنزیم روبیسکو دیگه نیست ها. آنزیم اسمش چیه؟ C4 سازه. آنزیم C4 سازه. این آنزیم C4 ساز کجا داره کار میکنه؟ داخل میانبرگ. پس مرحله اول تثبیت اینجاست. بعد C4 رو میفرسته چیه؟ تو غلاف آوندی. حالا ساعت 2 بعد ظهر اوج گرماست. اوج چی؟ اوج گرماست. روزنه بسته شده، CO2 وارد گیاه نمیشه. ولی اینا مشکل دار نمیشن. چرا مشکل دار نمیشن؟ چون که از قبل داشتن ذخیره کردن. این C4 رو میفرستن تو غلاف آوندی، تجزیه میشه به چی؟ C3 دوباره برمیگرده از طریق پلاسمودسم. C4 میره توی آزاد میکنه. این CO2 آزاد میکنه. این CO2 وارد میتوکندری میشه، وارد کلروپلاست میشه. وارد کجا میشه؟ وارد کلروپلاست میشه. و اونجا این کلروپلاسته و اونجا وارد چرخه کالوینش میشه. چرخه چی؟ کالوین. وارد چرخه کالوین میشه. این CO2 میره تو کلروپلاست، وارد چرخه چی میشه؟ کالوین میشه. و تو قند 3 کربونه میسازه. قند چند کربونه میسازه؟ قند 3 کربونه میسازه. آفرین. پس اینا CO2 رو 2 بار تثبیت میکنن. چند بار تثبیت میکنن؟ CO2 رو 2 بار تثبیت میکنن. یه بار داخل میانبرگ، یه بار داخل سلول غلاف آوندی. پس مرحلهشون تثبیت CO2 چند مرحله‌ایه؟ تثبیت CO2 2 مرحله‌ایه. 2 مرحله. مرحله اول
روزه نه؟ روزه. مرحله داخل دومم میام. روزه. روزه. این در میانبرگه. این در کجاست؟ غلاف غلاف آوندی. آوندی. این بدون کالوین، بدون روبیسکوه. بدون چی؟ بدون کالوین و بدون روبیسکوه، ولی این پایینی با کالوین با روبیسکوه. روبیسکوه. فهمیدی؟ بله، خیلی پس عالی. اینا CO2 رو چند بار تثبیت میکنن؟ 2 بار تثبیت میکنن. یه بار میفرستن، داخل یه بار توی میان. میانبرگ CO2 با C3 میشه C4 از 34 طریق و پلاسمودسم. از طریق چی ها؟ پلاسمودسم وارد سلول غلاف آوندی میشن. اونجا تجزیه میشه. چی میشه؟ اونجا تجزیه میشن به C3 و یه دونه CO2 هم آزاد میکنن. آفرین. CO2 کجا میره؟ تو میره تو چربی. این C4 درسته؟ این اسید 4 کربونه تجزیه شد به C3 و CO2 وارد چرخه CO2 وارد کالوین چرخه میشه. کالوین میشه. متوجه شدید؟ بله. پس کارای اینا چند برابر C3 هست؟ 2 برابر تو دمای بالا. 2 الان برابرش. نمودارشو من بکشم. خب این شدت نور و دماس باشه نه؟ به این در گیان C4 اینجوریه، گیان C3 اینجوریه. خب این C3 این چیه ها؟ C4. C3. پس این ذرت این گل روزه. بله. گل روز C3 این C4. این تک لپه‌ایه، این 2 لپه‌ایه. 2 لپه‌ایه. این یه مرحله ایه. تثبیت چند مرحله ایه؟ یک دونه یه مرحله ایه، این 2 مرحله ایه. ولی 2 مرحله ایه. پس کارایی کی بیشتره؟ کارای C4 بیشتره. کارای C4 بیشتره. کارای C4 چیه؟ بیشتره. 102 بعضور اوج گرماست، روزنه بسته شده، ولی چون اینا از قبل توی تانکری، دبه آفتابه آب ذخیره کرده بودن دچار مشکل نمیشن. پس اینا 2 نوع آنزیم برای تثبیت CO2 دارن. یه آنزیمی هست به نام آنزیم C4 ساز. آنزیم چی؟ آنزیم C4 ساز. این فعالیت اکسیژنازی نداره. این فعالیت چی ها؟ اکسیژنازی نداره. اکسیژنازی نداره، فقط کربوکسیلازی داره. فقط چی داره ها؟ کربوکسیلازی داره. فقط فعالیت کربوکسیلازی داره. پس اینا 2 نوع آنزیم تثبیت کننده CO2 دارن. یکی آنزیم C4 ساز فقط عمل کربوکسیلازی داره، عمل اکسیژنازی نداره. اکسیژنازی که نداره. آره. یکی هم آنزیم روبیسکو هم دارن که اینجا. فهمیدی؟ بله. خب اینو اسکرین شات بگیرید بچه‌ها. بریم گیان C3 رو بگیم. گیان چی ها؟ گیان C3. C3. ببخشید CIM. گیان چی؟ CIM. گیان CIM کاکتوس و آناناس. بگو. کاکتوس و آناناس. اینا واکول دارن. چی دارن ها؟ واکول دارن. واکولشون برای ذخیره آبه. ذخیره چی ها؟ آبه. اینا واکولای خیلی قوی دارن که آب ذخیره میکنن. میدونی که توی بیابونن، اوج گرماست، براشون آب خیلی مهمه. میخواد اینا واکولاشون چیه؟ میخواد برگاشون گوشتیه. برگاشون چیه ها؟ گوشتیه. اینا در طول روز کلا روزنه رو میبندن. اینا مجبورن روزا ببندن روزنه‌شو. کی باز کنن؟ شب باز کنن روزنه‌شون. آفرین. من باید خداحافظی میکنم، یک نفر دیگه بیاد که دیگه چیز رعایت بشه. خداحافظ. خورشید خسروی بیاد. خورشید خسروی نمیشه. خورشید چند بار امتحانت کردیم ولی نمیتونی بیای متاسفانه. سلام استاد. سلام خوبی؟ مرسی، شما خوبین؟ همش دختر میان چرا؟ نه؟ شانسیه. اسم چیه تو؟ مطهره. کجای هستی مطهره؟ من چابهار، سیستان بلوچستان. سیستان بلوچستان. تا اینجا خوب یاد گرفتی؟ بله.
آفرین. خب خانم دکتر، گیاهان C4 اینا مجبورن شب CO2 جذب کنن چون روزانه‌شون شب بازه، روزا چیه ها؟ بله. بسته است دیگه، نه؟ بله. اینا CO2 شون در یک سلوله ولی فقط تو میان برگشون، تو قلافه‌بندیشون دیگه نیست. فهمیدی؟ پس این سلول چیه ها؟ میان برگ گیاهان چی ها؟ سیاه، مثل کاکتوس و چی ها؟ آناناس. آناناس. خب بله. چند مرحله اینا تثبیت CO2 دو مرحله، هر دو مرحله در یک سلوله. تثبیت چند مرحله؟ تثبیت دو مرحله. دو مرحله‌ای در چند سلول؟ در یک سلول. دیگه قلافه‌بندی و کلوروپلاست نداره، مثل اینا نیستن، مثل اینا نیستن، فقط تو میان برگه. فقط تو میان برگ. اینا کی CO2 جذب میکنن؟ جذب CO2 کیه؟ شبه، چون که روزا به مناش شبه، چون روزانه بسته است، روزا شب جذب میکنن. توی سیتوپلاسم میانبرگ CO2 رو شب کی شب میکنن اسید 4 کربونه. اسید چند کربونه؟ کربونه. با آنزیم C4 ساز. آنزیم چی؟ آنزیم C4 ساز. C4 ساز. آنزیم چی؟ C4 ساز. میکنن اسید 4 کربونه، بعد میفرستن تو واکل ذخیره میشه. کجا ذخیره میشه؟ واکل. ذخیره میشه. حالا روز شد. حالا چی شد؟ روز شد. روزانه بسته شد. روزانه بسته شد. بسته شد. CO2 وارد گیاه نمیشه. حالا از قبل اینا ذخیره کرده بودن، نه؟ بله. توی روز اینو میپرسن بیرون، این اسید 4 کربونه تجزیه میشه. پس تجزیه این روزه. کیه؟ روزه. میشه CO2. میشه چی؟ CO2. حالا CO2 رو میفرستن تو کلوروپلاست. کجا میفرستن؟ کلوروپلاست. کلوروپلاست. تو کلوروپلاست میانبرگ. این کلوروپلاسته. آره، این CO2 رو میفرستن تو کلوروپلاست. این رو فرستادن تو کلوروپلاست، CO2 وارد چرخه چی میشه ها؟ آلوین میشه. با آنزیم چی ها؟ آنزیم روبیسکو. روبیسکو. و برای شما قند 3 کربن تولید میشه. قند چند کربونه؟ 3 کربونه. پس این روز انجام میشه. این کی انجام میشه ها؟ روزه. روز انجام میشه. این کی انجام میشه؟ شبه. این شب. پس تثبیت اینا 2 مرحله است. چند مرحله است؟ 2 مرحله است. مرحله اول کیه؟ شبه. بدون روبیسکوه، نه؟ بله. بدون کالوینه، نه؟ بله. در یک سلول، ولی در 2 فضا از یک سلول. در چی؟ 2 فضا از یک سلول. در ماده زمینه سیتوپلاسم. در کجاست؟ در ماده زمینه سیتوپلاسم. خارج از میتوکندریه، درسته؟ بله. ولی مرحله دوم، مرحله چی ها؟ مرحله دوم روزه، درسته؟ بله. درسته، در ماده زمینه میانبرگ. در ماده زمینه چیه؟ این میانبرگه. ولی این در روزه، با روبیسکو، با کالوین، در کلوروپلاست میانبرگه. در کجا؟ کلوروپلاست میانبرگ. پس در یک سلوله، ولی در 2 فضا از یک سلول. در 2 چی؟ در 2 فضا از یک سلول. آفرین. ولی این کلن تو C4 در 2 سلوله. در چند سلوله؟ در 2 سلوله. پس یاد باشه گیاهان C4 هم 2 مرحله‌ایه، CIM هم 2 مرحله‌ایه. با این تفاوت اینا در 2 سلول متفاوته. اینا در چیه ها؟ 2 سلول متفاوته. اونا ولی این در یک سلوله. درسته؟ اما در 2 در 2 فضا از یک سلول. در 2 فضا از یک چی؟ سلول. و در 2 زمان متفاوت. در 2 زمان متفاوت. اونا تقسیم بندی مکانی کردن، اینا تقسیم بندی مکانی نکردن. اینا ولی در 2 زمان متفاوت. در 2 چی؟ زمان متفاوت. اینا 2 نوع آنزیم تثبیت کننده CO2 دارن. چند نوع آنزیم تثبیت کننده CO2 دارن؟ 2 نوع آنزیم تثبیت کننده. یکی آنزیمای C4 ساز، یکی هم روبیسکو. آنزیم روبیسکو. آنزیم C4 ساز برخلاف روبیسکو
دیگه فعالیت اکسیژنازی نداره. نداره. فقط به CO2 حساسه. فقط به چی؟ به CO2 حساسه. پس کیا آنزیم C4 ساز دارن؟ هم سیاه ما هم C4. هر دو هم آنزیم C4 ساز تو میان برگه. هم اینجا تو میان برگه. همونجا تو میان برگه. همینجا. بچه‌ها کیف کردید بچه‌ها؟ بله خیلی. بچه با همین فقط به شرط شکل‌ها رسم کنید. شکل‌ها رو چیکار کنید ها؟ رسم کنید. جزورم حتما خواهشم بخونید. جزورم حتما چیه؟ بخونید. اول شکل‌ها رو رسم کنیم بعد بخونیم جزوه رو. اول شکل‌ها رو رسم کنید. اول شکل‌ها رو. اونایی که جزوه ندارن این تلفن تهیه جزوه است. 010 5005 695 بچه‌ها. خب چون نکات خیلی زیادی هست که تو جزوه هست، حتما جزوه رو چیه ها؟ بخونید. آره ببین الان من تا 403 رو میزنم. 400 چند ها؟ 3. چشم بندی نیست دیگه نکن. گفته ذرت. ذرت چیه ها؟ C4 نه؟ ذرت C4. برخلاف آناناس واکل داره آب ذخیره میکنه. نه آناناس CM بود، این واکل داشت نه؟ بله. غلطه. پس مانند آناناس CO2 رو درون غلاف آوندی. نه CM هر دو مرحلهش کجا بود؟ CM هر دو مرحلهش توی میان برگ بود. غلاف آوندی اصلا این کاری نبود. نسبت به روز که C3 بله. کاراییش بیشتره، کالوینش بیشتره، بیشتر نشاسته رو ذخیره میکنه. بله نسبت به چون C3 102 بعد زو چون ذخیره نکرده بود بدبخت بود، فتوسنتزش کم میشد. جواب 3 میشه. نسبت به روز کارایش اندک نه، اتفاقا C4 کاراییشون چی بود؟ بیشتره. خوابی سخت بود واقعا ها؟ نه. خب این 3 تا سوال سراسری پارسال من زدم. 3 تا سوال. خب بله. خب 3 تا سوال ببین خیلی راحت ها؟ خیلی راحت بود. بله. با همین شکلا خیلی راحته. با همین شکلا رسم کنید، جزورم بخونید. فقط آخرین مطلبی که از این فصل میمونه که دیگه قسم خورده باشم همه رو گفته بودم، این 2 صفحه رو حتما بخونید. باکتری فتوسنتز کننده. باکتری چی ها؟ فتوسنتز کننده. یکی سیانوباکتریا هستن که اینا کلوپلاست ندارن، تو قشاشونه. همون سیستم مثل گیاهان تو قشاشونه. فقط با سرخس آزولا و گیاهان گونور همزیستی داره. تصفیه اندو هم بعضیشون انجام میدن. یکی باکتری گوگردی هم فقط به جای آب H2S استفاده میکنن. به جای آب چی استفاده میکنن؟ H2S. میخواید برای تهیه بچه‌ها برای حذف H2S، برای حذف H2S استفاده میکنن. منبع انرژی خورشید، منبع کربنشون CO2، منبع الکترونشون به جای آب H2S غیر از آبه. یکی هم باکتری شیمیوسنتز کننده. باکتری چی هن؟ شیمیوسنتز کننده. تو معادنن. تو چی هن ها؟ معادن، اعماق اقیانوس‌ها، دهانه آتش فشانهای زیر آب. قدیمی ترین جانداران روی کره زمینن. اینا فتوسیستم ندارن، فقط تصویر CO2 دارن. فقط چی دارن؟ CO2. انرژی که از خورشید نمیگیرن، از مواد غیر عالی میگیرن، از مواد معدنی میگیرن. مثلا اینا آمونیاک رو به نیترات تبدیل میکنن. آمونیاک رو به چیه ها؟ نیترات تبدیل میکنن. اینا تو دهم هم گفته بودم بهتون. خب بچه این از درس امروزتون. خسته نباشید برای جلسه آینده. جلسه چی ها؟ آینده سه شنبه هفته آینده. آزمونتون خواهشن آزمون کل فصل 6/12. خب کل فصل 6 چی؟ 11. بچه ها زیر 50% بلاکتون میکنم. زیر چی ها؟ 50%. بلاک. یادتون باشه دیگه باید بخونید، شکل رسم کنید، هر کاری میخواید بکنید. بچه ها خواهشن اول شکلاتون رو رسم میکنید، جزوه رو خوب میخونید. تستای داخل جزوه حتما بزنید. تستای داخل جزوه بچه مهمترین تست ها، احتمالی ترین تست هاست.
پس اینو دیگه برنامه رو هم خواستی باشی، برنامه رو دیروز دادم بهتون چیکار کنید دیگه. خب میتوز و میوز، بچه میتوز و میوز شکلاشو گفتم حتما رسم کنید، شکلاشو رسم کنید، مراحلشو تو جزوه از دقیق بخونید. خب زمین شناسی، بچه‌هایی که فردا با من زمین شناسی دارن، فردا زمین شناسی دارن، فصل 6 11 فصل 6 11 تست میزنیم برای بچه‌ای که فردا با من زمین شناسی دارن. البته قرار شده یکی هم 6 و 7 زمین رو تست میزنیم، 6 و 7 زمین شناسی رو تست میزنیم با فتوسنتز 6. بچه که با من زمین دارن فردا چون زمینشون تموم شده 6 11 رو تست میزنیم، تست تو پنلشون میذاریم 6 11 رو به اضافه 6 و 7 زمین شناسی. حدیث سالاری استاد دلتون میاد منو بلاک کنید؟ به این بچه دیگه همه رو دیگه کسی زیر 50 مجبوریم دیگه. هما مقدم میگه از من نپرسیدی کجاییم، کجایی هستی هما؟ حالا توی چیز برای من توی یوتیوب حتما کامنت بذارید، کامنت حتما بذارید. خب خسته نباشید، دوستتون دارم، عاشقتونم. تا هفته بعد. راستی درس به هفته بعدمون چیه؟ درس هفته بعد بچه فصل 7 11 رو شروع کن. فصل بخشید 7 12 7 12 رو میگم سه شنبه دیگه. 7 12 فصل ساده ای، فصل ساده ای. خسته نباشید، عالی بود کلاسمون، شما عالی هستید، شما مقدم تهرانیه. خب خسته نباش. آدرس یوتیوبون دکتر امارلو سرچ کنی. ها فکر کنم اسم کانال یوتیوبمون چیز اسمش دکتر امارلو، همین انگلیسی بنویسید دکتر امارلو، دی آر امارلو، درست میاد همین دکتر امارلو، اینجوریه فکر کنم دکتر امارلو، فکر کنم همینجوریه امارلو، یا فارسی سرچ کنید دکتر امارلو، فارسی سرچ کنید دکتر امارلو. خسته نباشید، خسته نباشید.